این هفته خبر تو خبر داره براتون از بسیجی‌هایی که دچار سرگیجه و دلپیچه شدن و امام جمعه خامنه‌ای براشون از این روزه ها میخونن. کسی نیاید تو دل من و شما خدای نکرده یک وسوسه ایجاد بکند که آقا معلوم نیست چه می شود. مؤمنین آخر از زمانی فتنه داره درست می شود. حالا درست تو چنین شرایطی این پهنیان از این قمپوزهای مسخره در میکنه. من واقعا ناراحتم از سیاسیونی که جهانی صحبت نمی کنن. آقای رئیس جمهور، آقای قالیباف، اینا باید خودشونو پدر جهان بدونن. حالا پدر که ما معتقدیم ولی فقیه این جایگاه رو داره، برادر بزرگه، باید ادبیاتشون هم اینجوری بشه، بگن ما برای جهان باید امنیت بیاریم، نه فقط برای کشور، نه فقط برای منطقه. جهان رو باید از لوث وجود ظالمان پاک بکنیم. بگو نترس، نمیخورنت. کارگردانای فیلمای هندی باید خالی بندی رو از این آخوندا یاد بگیرن. طرف مدعی مدیریت جهانه، بعد هنوز 1 ماه از کفن و دفن عظماش نگذشته داره برنج آمریکایی وارد میکنه. برنج آمریکایی در گونیای 10 کیلویی، لانگ گرین وایت رایس، برنج دانه بلند آمریکایی در گونیای 10 کیلویی، فقط 150 تومنه. اینم کیفیت بار برنجه. 150 تومن قیمت، مشخصات خرید 150 رو بفرست. این هم وضعیت بانکاشون. آقا اسم این بانک رو بذاریم بانک پوزش. خدا شاهده این بانک پوزش اسمشه. این بانک همیشه خدا این در حال پوزش، دستگاه در حال تعمیر است. این یکی هم از ترسش پیشنهاد میکنه که تونل‌های زیرزمینی رو برای مخفی کردن سران رژیم گسترش بدن. پیشنهادم اینه که اولا کشور با توجه به شرایط جنگی که وجود داره و این جنگ هم ادامه دار خواهد بود، به نظر میرسه ما در سطح استانهای کشور و خصوصا مراکز استانها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. شهر حکمرانی به این معنا که در زمان تجاوز دشمن به کشور ما بتوانیم مدیران و مسئولانمون رو در مجتمعها و جاهایی که در دل کوه، در زیر زمینه، در جاهای مختلف هست ایمن نگه داریم. یعنی این از اون طرف جنگ گرگ‌هام ادامه داره و روز به روز شدیدتر میشه. آقا این قانون توسط دولتی نوشته و ارائه شده که خیلی صادقه، خیلی هم کار میکنه، ولی میخواهد دست بزنه تو دست آمریکا و مذاکره با آمریکا بکنه. کودتا یعنی همین، یعنی قانونی بردارید بنویسید و اصرار داشته باشید اون رو تصویب بکنید. این پاسدار قاسمی هم که حسابی پنچر شده هنوز داره از نفوذ میناله. چیزی که این روزها قبل از رحلت خود حضرت آقا خیلی بهشون اشاره داشتن، این شبکه نفوذ هنوز که هنوزه داره کار خودش انجام میده و لذا الان نیاز شدید هست که ما 2 مرتبه به خصوص به هر حال ضرباتی هم که توی این نبرد اخیر با آمریکا و اسرائیل باز جریانات اطلاعاتی ما خوردند، اینها چهره‌های قابل توجه و خیلی خوبی رو از دست دادیم. این لازمش اینه که 2 مرتبه یه نوسازی و بازسازی اساسی تشکیلات اطلاعاتی ما شکل بدن به خودشون. و خلاصه یه باند میخواد پیچای نظام رو صفر کنه اما اون یکی نمیذاره.
مشنگستان این هفته رو با جدیدترین چاخان درمانی جوجه مداحان نظام شروع میکنیم. آن روز فلک مهلکه آل سعود است، آن روز که مکه شود آزاد چه زود است، اینها نفس آخر این آل سعود است، اینها نفس آخر این. اینجا هم برای روحیه دادن به بسیجی‌ها چنین مسخره بازاری را انداختن. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، دقت کنید. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، کاخ سفید فرونید. الله. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، بیت المقدس آزاد شد. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، این خود شنوندگان عزیز توجه فرمایید، این جمعه نماز جمعه در بیت المقدس اقامه خواهد شد. الله اکبر. بسیجی‌هاشون هم معرکه گیری اینترنتی را انداختن. درام با بد کسی در افتادی به اسم ایران که ابالور توشه، خود دا استیب فنج دا لوله میکنم. این یکی هم با سیرک موشکی میخواد به باقی بسیجی‌ها دل بده. آقا کی شلیک میشه؟ آماده باشید، فعلا تو آتش بس موقتی. آقا یه دونه بزن خودش آتش بس نقص شه. کلش هم زرد کرده به خاطر کله سگ. همه چی آخوندا به جوک تبدیل شده. این پیمانکار به سبک بیانیه‌های قرارگاه ضد خاتم برای کارفرماش پیام تصویری فرستاده. کارفرمای به اصطلاح خوش حساب قرار بود تا ظهر امروز طبق توافق و قرارداد کتبی واریزی انجام دهد، اما خبری نشد. اینجا تا 24 ساعت آینده هشدار می‌دهیم چنانچه صدای دیلینگه SMS نیاید و واریزی انجام نشود، درب ورودی ساختمان مسدود می‌گردد و تخریب پمپ‌ها و کلکتورها و شیرفلکه‌ها از اهداف مشروع ما خواهد بود. بسیجی‌های ساندیس خورم مدام به دنبال منوهای متنوع توی کارناوال هاشون هستن. اینجا هم دیدن ساندیس جواب نداره، رفتن سراغ توزیع سیگار. بفرمایید سیگار. البته جانفداهای ولایت که قبلا اسم نویسی کرده بودن الان هیچ رقمه حاضر نیستن بیان. خود بسیجی‌ها هم از اینکه یه آخوند سینی به دستش بگیره سورپریز شدن. خداوکیلی اولین بارم یه آخوند میبینم کار میکنه. سلام علیکم. میگم خداوکیلی اولین بار میبینم یه آخوند کار میکنه. دستتون درد نکنه. یه عدم این کلیپ رو به عنوان بدل عظمای به درک رفته این دست و اون دست میکنن. ببینید کار به کجا کشیده که این نوچه قدیمی خامنه‌ای به همپالگی‌های خودش اینطوری لگد میزنه. اگر یه گروهی 10% جامعه هستن باید به اندازه 10% توقع تحویل گرفتن داشته باشن و الا یه عده 10% باشن بخوام به اندازه 90% یا بگن 90% بقیه جامعه باید پشت سر ما بیاد، هر چی ما گفتیم بگه سمن و تا. خب این زیاد خواهیه دیگه. خب اینا که 10%ن، خب چرا اینقدر کل سیاست کشور باید بر اساس خواسته اونا حرکت کنه؟ آره دیگه شما بگین دیگه. از اونجایی که هوا پسه، از این آفتاب پرستا تو نظام خیلی زیاد شده.
M Sport. C'est fini, c'est ma gueule, c'est mon cri. Mercedes GLA 35 al Nvidia. Voilà, voilà, voilà. Nuova Fiat 600. Moi, mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris, me voilà dans le bruit. Audi RS Q2. Et dans le silence.